در مسجد و در کعبه به دنبال خداییم. در مسجد و در کعبه به دنبال خداییم. از حس خدا در دلمان دور و جداییم. اینی را برای تو میگه که میگه تو دویده میری در مسجد در کعبه در اوجه که کی را پیدا کنی؟ خدا را. اما از حس داشتن خدا در خودمان دور و جداییم. هم مسجد و هم قبله و هم کعبه بهانه است. هم مسجد و هم قبله و هم کعبه بهانه است. دقت بکنی نور خدا داخل خانه است. در مسجد و در کعبه به دنبال چی هستی؟ در مسجد و در کعبه به دنبال چی هستی؟ اول تو ببین قلب کسی را نشکستی. تو پشت خانه و کعبه دویده میری، اولین چیزی را که بکنی ایست که ببین که قلب انسان ها را نشکسته نباشی. در او صورت تو از خدا دور شدی. دل انسان ها را به دست بیار، کعبه خود جور کو. این گونه چرا در پی اثبات خداییم؟ این گونه چرا در پی اثبات خداییم؟ یعنی تو میخوایی همیشه که خدا را ثبوت کنی. بیا خود ثبوت کو که انسان خوب هستی. خدا است، تو خود ثبوت کو که انسان خوب هستی. این گونه چرا در پی اثبات خداییم؟ همسایه ما گشنه و ما سیر بخوابیم. در خلقت ما راز و معمای خدا چیست؟ در خلقت ما راز و معمای خدا چیست؟ یعنی وقتی که خداوند ما را خلق کرده در ما خود گذاشته. این در خلقت ما نهفته است. در خلقت ما. اما تو باید فکر کنی که راز و معمای خدا چیست. انسان خودش آینه یک کعبه مگر نیست؟ یعنی که خداوند تو را کعبه خود ساخته. اگر تو اعمال نیک کنی در دل تو خداوند جای میگیره و تو کعبه خداوند میشی. برخیز و کم کعبه اعمال خودت باش. کارهای خوب کن که خداوند در تو جای بگیره. چی میشی؟ کعبه خداوند خود میشی. خداوند اعمال خود میشی. برخیز و کم کعبه اعمال خودت باش. چنگ به نقابت زن و مال خودت باش. شاید که بت در وسط ذهن من و توست. چی چیز ما شما را از خدا جدا کرده؟ بت‌هایی که در ذهن خود داریم، توهماتی که از خداوند داریم. شاید که بت در وسط ذهن من و توست. شاید که بت در وسط ذهن من و توست. ما توهمات از خداوند داریم. ما را به کج را برده، او به بت تبدیل شده، ما را بت پرست ساخته. اونمو توهمات. شاید که بت در وسط ذهن من و توست. باید بت خود با نم باران خدا شست. باید بت خود با نم باران خدا شست. گویی که خدا در بدن و در تن مان است. گویی که خدا در تن مان است. نزدیکتر از خون و رگ گردن مان است. پیدایش پروانه مگر معجزه کیست؟ پیدایش پروانه مگر معجزه کیست؟ در پیله پروانه مگر دست خدا نیست؟ ما جلوه از خلقت زیبای خداییم. ما جلوه از خلقت زیبای خداییم. با اعمال نیک ما خداوند ما زیبا رسامی میکنیم. هر کس که دلش آینه شد فاقد لکه، در قلب خودش کرده بنا کعبه و مکه. در خلقت ما راز و معمای خدا چی؟